ننه جون این چاپون گوسپندار رو یاله کرده رمن یاله دا الان من سرا قربان دیوم کجا برو ننه ننه جون سلام به کجایه کلی شما کلی شما نه ماما اینی بیایی گریه میکنه ماما من چپونو چپونی بله ما چپونو برمه بدو ها بیای مشکینیو چرا گریه میکنه ماما ما دو تا چپون بدیم چپون دیگه نماشون بیامد به سراخ آمده انا به خدا مانی تلومه انا بیامد به سراخ آمده انا مام یک دفعه من خیلی بردک دمی که وقت سنجای بکنه نصف شبه بجستم بیامدم چند بجه ماما نستیم ساعت چنده دونیم بجه دونی 2:25 بابا ایلا گوسپند نخور من میجگه یله کردم رمه خب از کجا هستیم کجا ما این بریم ما از سراخ خونم خب سرا شما کجایه ما از زیر بیدا از زیر بیدار ها از زیر بیدا محل زیر بیدا خب قریت زیر بیدار میگین قریه زیر بیدا خب ما این چیکار کنیم ما این بریم بال بمیشو ما این بریم با خونه خوبه شما کجا بیدیم ماما من میمون بودم خودم دوستا دیگه گفتم بریم خونه دیگه ماما گرگ شغال سگی نبود خدا رو شکر نبود فقط هم شما دیدم ترسیدم بابا ایلا من بترسیدم واقعا باز گریه هم میکردی گفتم خدا چیکار شد ماما همین تو برو مثلا خو کدی تو برو من حالا من چون متاسفانه نمیتونم شما رو برم ولی شما میتونی که رفتیم خوب اونجا فقط گریه نکن اگه گریه کنیم همسایه بیرون بیدار میشه شاید یک کار بشه راست میگی فکر میتونی خپ چوب که رفتیم دست مستقیم که رفتیم خب یک چهارراه میاد 4 تا کوچه 4 تا کوچه دست راست میپیچیم خب بر 4 کوچه برم نه به دست راست مریم دست راست بله دست راست که رفتیم مستقیم میریم تا 2 ساعت دیگه به قریه خود میرسیم 2 ساعت دیگه ما به کجا آمدم شما اصلا از اون راهی که باید میرفتیم نرفتیم از راه اشتباهی آمدیم اشتباه تری که ماما نمیبینم من برو خدا پشت پناه شما دیگه او بر نبود ساگه گل این بر دلجم باشیم دیگه ماما دلجم باشیم بریم خدا حافظ خوش آمده ماما بابا الهی چه کار کنم گفتم گریه نکن دلش همسایه بیدار شد بدی که جو همسایه راده نورالله بله بخی بابا چه کار میکنی؟ بگو بله آخه تو چرا بیامدی رمبر یله کردی اینجا آمدی اون پیار گیلک به من زنگ زد که گیلک هم رما و گسپندار همه اینجا یله کرده آخه خود تو که میفهمی بابا آخه نورالله جان جیگرمه او میفهمی که گیلک آدم سادیه او ساده پتانه نمیفهمی بیگه پا تو گوشیاری آخه تو چرا رمریله کنی آخه میفهمی گوسپندا مردم از خود با گرگ بزنه 10 تا تلفت چیخ با تو ضرر میزنه آخه تو اشته آدمی اشته تو رمر رو پیش از روی لکدی بیامدی من نماشم ساعت 6 پیش بود من بیامدم این جگاه بیدک من بیامدم خوش شدم حلاک شدم من به پیش ازی بودم گفتک تو برو من نمیترسم من بیامدم این جگاه گوسپنداری حلاک کرده آخه تو چرا یله کردی آخه مر به جریان میگیش پیاره بیچاره از هم زنگ زده برای من که آخه ایش کردم بالا سر
رمنیم تم بیامدی او هم بیامده حالا کمیته نمیشه وقتی که برین که پیش رمه بری آماد کی بود؟ نبودم کجا بودی تو؟ چرا رمه ریل کردی بیامدی؟ من چون بابا رکت گفتک برو الا که نورده که بریم برادر همه اینجا خود تو چرا بیامدی؟ این نواشم شو گفتک تو برو من نمیترسم من که بیامدم من کی گفتم با تو؟ من اصلا کی گفتم با من گفتی بابای با من گفت که من میرم که چون ما امشب مهمون داریم کسی نیه به سالا چه کار فلان چه من یلا کرده و خسته بجیسی بیامدم به تو همینجا گریه کرده بیامدم نه گفتی برو من بیام تو اینجا بترسید حالا بیاین خور به خان میمیندید خود تو قدم شعری کم ساده تو چی گپ ازی باور کنی؟ چون رمه ریل کردی هم رمه ریل کردی بیامدی گوسفندان یگوی اله زدی گرگ خور به رمه بزنه اون وقت چی بابا میشه؟ گردن من باشه خوب من بلد نشدی بیدم نمیفهمیدم من تا دیگه ملای بیامدم یک مرتبه که به جلوی من خورد تا یک ساعت 2 ساعت دیگه که سراغ شما را همیت میدویدم به تاریکی بیامدم این خان صاحب بیامده برادر به سراغ آمده نه این گفته نماشون گفته که تو گردن من لینگ من نگو بابا گفته که تو برو بسترو من نمیترسم اینجا یا من اینجا بترسیده بیامده گوسفندی الان اینجا پیان میره که گفته برو خود از اینال بریم برادر همه آره راد گپر رو برو تیو خبر بیا برو تیو خبر بیا کاری خودی بده صبر کن دیگه این کارا نکنه اگه نفی بیاقلی کنه دیگه کار نکنه گوسفندا رو کرده مامان خدا خودشون را خوب گفتیم بیامده خدا خبر تول ده تا گور خور رمز زده بعد از مشکل یالا برو تیو خور بره بخیر بگی بسو بره توش نیام بره بخیر برو بخیر بری بسم الله برو من بابا پیش کوس بنده بابا با یلا مینا بابا نمیده دستام دیگه بگیریم بره بسم الله کنه بره بخیر بری خداحافظ بابا برو بخیر بری برو بس اندار الا کردم بیامدن بفهم دیگه لا چیه؟ میتونه از من بودی خوب زیر تیاره میکردم چرا به زیر تیاره میکردی؟ بگی من نوکرت هم نیم بگی باش که دستی تو معصوب اینجا رامری علا کردی اینجا من نوکرتونم بگی ایتو نکو اگه با ایتو میکنه حالا نصف شب من میرم پس به سرام میرم من برو به من چی بگی باش تو شریک نیمه میرم شریک اصلا چرا بیامیدی چرا من یلا کردی اگه گرگ من میخورد چه کار میکردی تو به من شیر چرا بیایی نه چرا تو گفتی برو من کی به تو گفتم نگفتی که برو نه ما تو رو میگه 4 چیش برو اول چه 5 تا شهر میایه کی من به تو گفتم گفتی برو انا بگی من نوکرتم نه برو رامری علا کردی بیادی اینجا بگی من شهر شدم بگی یلا که بابا من نوکرتم من کار ندارم بابا یار بگیر باشکر که بریم اینجا نا گرگا هم مرمی خوره با خاکی که بخوره از ما هم 30 تایه ما نمیرم 30 تا از من بگی من کار ندارم تو چرا علم کردی میمیدی بگی من کار ندارم بگی من شهر شدم یلا نده که گردن ما بند باشه میفهمی بگیر گوتاکه بریم جلو شو تو جلو شو میزنم نمیجم نزنی که من به یک نمیزنم جلو شو برو نکن نه جلو شو با خدا گناه دارم جلو شو نه بریم نمیزنم بریم جلو شو حالا که گرگا بخورده بریم جلو شو نمیجم بریم دیگه بریم این رمری علا که دی بابا به خونه بریم سکو تو چی تیار کنه میترسیدم چرا میمیدن حالا اینا بخورده بریم حالا به سرات دستیلات مگاری بخوریم شغالا خیلی دوله میکه ناله کار ندارم مگر شغالای طول بخوری آنال بریم با او طول میزن با میایی پس یلی میدی من نه دیگه من نمیام من اگه باز بیام میام دیگه من مگر بستکی خدا من میترسم اگه توی دفعه بری گردن من باشه گوسفنداشو من همه رو به سنگا میزنم بزن زخم زخول میکنم میکشم من میام خوب یکی تو کنجی ایلا زخم شد چکو من میرم ایلا خون شد و گوسفندام اصلا میفهمی دیگه بگیرم خدا که مونده شد ببر نمیتون میزنم که گوسفنداری علمی دیا بره بریم من حالی